ما باید تلاش بکنیم وجود مقدس حضرت مجتبی رو از آن خودمون کنیم. مال ما باشه. باش رابطه شخصی داری؟ چه جوری امام حسن؟ خطاباتی که درباره همه معصومین به کار میبرید یک جا در زیارتنامه حضرت مجتبی علیه السلام آمده و این عظمت شخصیت این امام عزیزمون و در این حال امام قریب ما و امام مظلوم ما آمده. السلام علیک یا صفت الله، برگزیده خداوند تبارک و تعالی. چقدر باید یک وجود عظمت داشته باشه که برگزیده خداوند تبارک و تعالی بشه. یا امین الله، هر چی که بگه گفته خداست، امین خداست. برای هر کس ما نمیتونیم بگیم امین الله. امین الله یعنی غضبش غضب خداست، حرفش حرف خداست، خوشنودیش خوشنودی خداست. سلام علیک یا صراط الله، اگر کسی بخواد به خدا برسه، به هدف خلقتش برسه، باید با این شخص ارتباط بگیره. این مظهر راه خدا و صراط خداست که تخلف ازش انحرافه، تخلف ازش جهنمه. ما باید تلاش بکنیم وجود مقدس حضرت مجتبی رو از آن خودمون کنیم، یعنی مال ما باشه. این خیلی مهمه. یه موقع ما توجه داریم به یکی از معصومین مثل امام زمان، مثل امیرالمومنین، مثل سید الشهدا. این باید در تمام ائمه یکی باشه برای ما، و الا ما دچار فقدان‌های خیلی زیادی میشیم و این خیلی بده که ما پدران خودمون رو نشناسیم و باشون رابطه شخصی، خصوصی، معاشرتی و خدمتی نداشته باشیم. خیلی زشته. بگیم خب من یه دستگاه امام حسین بودم. خب بله درست. دستگاه امام حسن چی؟ میشناسدت، باش ارتباط داری، باش رفت آمد داری، باش رابطه شخصی داری؟ چه جوری امام حسن؟ و در خونه همه ما این امتحان خوابیده که یه جایی به ما حتما توفیق خدمت میدن، توفیق اهلیت میدن، توفیق آل بودن رو میدن، و یه جایی هم حتما وسوسه های وجود داره که ما رو از این لباس شریف، فاخر، قیمتی در بیاره. هر جوری میتونیم انشالله تو دل این امام عزیز راهی پیدا بکنیم.